سلام، خوش آمدین. پابجی باز کاکا شده. در اینجا سعی کن یک ریداد بسیار خطرناک و یک سلاح جدید مثل بالشت یا خلطه بوکس ورس و در آخر این برگر است. با هم رفته چک میکنیم این سه دانه متریالی که یا سلاحی را که آورده برای ما این کاربرد چی است، ما چطور میتونیم از یا استفاده کنیم و یا را چطور در کجا میتونیم پیدا کنیم. در اپدیت فعلا آمده، شما میتونید داخل میدان را دریافت کنین. قسمی که خبر دارین در هر سیزن اپدیت ماه اولش یکی است، ماه دومش یک چیزی دیگه را اضافه میکنه. اگر از ویدیو خوشتون آمد حتما این ویدیو را لایک کنین و دوستانتان شریک سازید. نظر، پیشنهاد، انتقاد حتما در قسمت کامنت نوشته کنین. فراموشتان نشه بدون سابسکرایب ویدیوهای ما را سیل نکنین. حتما سابسکرایب کنید، آیکن زنگ آل بسازید تا اینکه ما ویدیوهای جدید میسازیم پیامش برای شما برسه. بریم بخیر شما رو منتظر نمونیم، شروع کنیم. خب پابجی یک دانه ویدیوی کوتاه را برای ما ریویل کرده که درباره از این سه دانه متریال جدید کاملا معلومات داده. اسکوپش هم میبینید در اینجا، در این قسمت سلاح را میبینید، سلاح جدید مثل بالشت یا خلطه بوکس ورس و در اینجا برگر. کاربرد از چی است دوستا؟ در این قسمت قسمی که میبینید داخل مود است و در اینجا همو بالشت یا امی سلاح جدید میبینید که وقتی شما دشمن خودم بزنین میتونین و دوستای خودم میتونین با بالشت بزنین. در اینجا اسکوپ دوستا یا همو ریداد دوستا، این ریداد بسیار خطرناک است. در روی زمین را میتونین شما لوت کنین، نورمال در روی زمین میباشه و در اینجا یک استایل بسیار خوب داره، یعنی سایت اسکوپ هستم مثل که اسکوپی که فعلا داریم. در اینجا میبینید در این ترتیب دیده میشه و این هم لیول یکش یا ریدادش در این ترتیب دیده میشه که خیلی مرا خوشم آمد. این X1 هست. از X1 تا X4 به این معنا که از ریداد و تا دوربین 4 میتونین از این ریداد استفاده کنین. نظرتان حتما در قسمت کامنت نوشته کنین که از این ریداد خوشتان آمد یا نه. در نظر من این ریداد یا این دوربین جدید خیلی قشنگه. قسمت دویش این بالشت دوستا یا همه سلاح جدید. با این سلاح شما دشمن هم میتونین بزنین و دوستای خودم خوب میتونین لطش کنین. بسیار اکشن خوب داره و ایرا اگر دوستای خود لط کنین خیلی جالب است. در اینجا دشمن هم میبینید که چه رقم غافلگیر شما میتونین بکنین. اول خوب سعی دوربین میکنین و بعد از اون دیشم میبینید که دشمن چقدر بالا میپره مثل اصلی وری و این خیلی زیبا است. وقتی شما دشمن یا دوست خدا با این بالشت که میزنین از زمین کاملا مثل که یک نفر اصلی را کسی میزنه در این ترتیب بالا پرواز میکنه و این خیلی قشنگ است. در اینجا سعی کنید دوستای خدا شما میتونن از سر ساختمان دور بندازین اگر از این سلاح دارین. میبینین در این ترتیب و این بسیار یک چیز جالب است دیگه. از این بعد بچه‌ها از این بالشت بگیرین دیگه، دوستای خدا خوب بالشت گرفته لطش کنین یا از ساختمان پایین پورتش کنین. خب قسمت اخیرش در اینجا دوستان، قسمت آخرش این غذا. این غذا که هست چیزی ساده هست و اونطور یک چیزی نیست که مثل ریداد یا مثل ازی دوربین باشه. فقط غذا را شما دریافت میکنین. در اینجا خونتانه فول میسازه، کوچک و بزرگ فول میسازه. ولی امیر ریداد از این مرا خیلی خوشم آمد. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما این ویدیو را لایک کنین، با دوستانتان شریک سازید. نظر، پیشنهاد، انتقاد حتما در قسمت کامنت نوشته کنید. فراموشتان نشه بدون سابسکرایب ویدیوهای ما را سیل نکنید. حتما سابسکرایب کنید، آیکن زنگ آل بسازید تا اینکه ما ویدیوهای جدید میسازیم پیامش برای شما برسه. تا ویدیوی بعد خداحافظتان.